در تختی بناز بچه شیرینم خواه، در تختی بناز بچه شیرینم خواه، یک رو شفتا یک بری روش محتاب علی علا بچم که کلان شوه خیرمنی نور علا هر کس با بچم بد نگره چشماش کور علا. الله این صدای قلب مادر است، صدایی که از هزار ساله ها گذشته تا امروز در هر خاندان با مهر طنین می اندازد. الله اولین سرود روی زمین پیش از آن که انسان سخن گفتن را آموزد، پیش از آن که موسیقی نام علم گیرد، در گهواره خاکسار سرود طنین می انداخت با نام الله. اولین الله را تاریخ ثبت نکرده است، زیرا آن را مادری خوانده است که نامش در صحیفه ها نیست، ولی محبتش ابدی است. علا جگر بندم علا میری سمرقندم علا جگر بندم علا میری سمرقندم علا. از نقطه نظری علمی طب هم سراییدن سرود الله برای آرام کردن روانی کودک و در روحیه خوب و سالمی تربیت کردن یا که به وی رساندن کودک نقشی بارز می‌پندد. خوب ببینید اگر به اون تاریخ نظر افکنیم، در دلخواه خاندان تاجیک دانشمندان بزرگ ما از سرود الله به دنیا آمدند، توسط سرود الله به وی رسیدند و این از آن دلالت میکند که دانش و مهارت و ملکه‌ای که مادر آرزو میکرد به فرزند توسط سرود الله و روانی او تاثیر خود را حتما میرسونید. الله سرود نخستین مهر است که آن پیش از کتاب و نوشته، پیش از صحنه و ساز در آغوش مادر تولد شده است. اولین الله را نه آوازخوان مشهور بلکه مادری خوانده است که با لحن شیرین و پرمهر طفلش را آرام می‌کرد. سرود الله ما ببینید که بدون یگان دانش تجربه های سطحی یا که دانش تجربه هایی که دقیقاً آموخته شده باشد، هنوز مادران ما از گذشته های خیلی دور میدانستند که فرزند خود را در کدام روحیه تربیت کنند. سرود الله با علاوه بر آنکه به تربیت فرزند نقشی مکمل می‌بازد، علاوه روان مادر را هم آرام می‌کند. مادر توسط سرود الله از مشکلات زندگی دم خود را خستگی خود را کمی دورتر حس می‌کند. در آثار کلاسیکی از جمله در شاهنامه ابوالقاسم فردوسی لحظه های مادران و دایه ها تصویر می شوند که با سرود آرام بخش کودک را به خواب می برند. الله تنها سرود خواب نیست، آن نخستین درس محبت، امنیت و آرامی است. کودک پیش از آن که سخن گفتن را آموزد با آهنگ الله محبت را احساس می کند. ببینید که در سرود الله سراییده می شود که فرزند من کلان شود، پهلوان شود، چقان شود. اگر چون طفل از جنس زن باشد با آداب شود، تربیت خوب داشته باشد، در عائله خوب داشته باشد، همین گونه توسط ربایی های مخصوص خلقی می سرایند و حتی درد و غم و مشکلی غریبی های فرزندان خود را مادران توسط سرود الله گفته درد دل خود را آزاد می کردند. و البته برای خوب سراییدن سرود الله ریتم، نوازش، آهنگ در جای اول می ایستد. گهواره نقشینش بهارستانه نان در تای سر بالای سرخرانه. آن لحظه ای که طفل با اشک آرام نشونده به آغوش مادر پناه برد، آهنگ نرم از دل برخاست و همین طور اولین الله تولید شد. الله تنها آهنگ نیست، این لحن امنیت است، نفس آرامش و پیوند ناعیان میان دلها. کودک با الله نه تنها به خواب می رود بلکه او باور کردن، دوست داشتن و آرام بودن را می آموزد. الله این سرود به آغاز و به انتهاست، صدایی که از قلب مادر آغاز شده تا ابد در گوشهای انسانیت طنین خواهد داشت. الله جگر بندم الله
میری سمرقندم الا جگر بندم الا میری سمرقندم الا سنگ مرمرم کبه زرم لختی جگرم الا شام و سحرم شمس و قمرم خواجه بسرم الا شام و سحرم شمس و قمرم خواجه بسرم الا 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 الا